رسانه اینترنتی زرفیلم با افتخار تقدیم می کند. اینو بگیر. آب بده. اینجا چقدر غذا داریم؟ چیزی مونده؟ شاید به اندازه یه روز، شایدم کمتر. لعنتی. آب خیلی کمه قربان. اینه بگی مخنش رو بخور یالا. امیدوار اون غذای آماده رو باید غذا بخوری. اول شما قربان. شما درجتون یکی. درجه یکا باید هر طور شده زنده بمونه. بس دیگه داری مزخرف میگی. اینقدر شعار تحویلم نده. ما مغزتون رو با این چرندیات مسموم کردیم. برو یه چیزی واسه خودم پیدا کنه، مراقب خودتم باش. زود باش. مشکل در برق. باید برسی به ساختمون آلفا. بری تو پناهگاه شرکت بالای معدن اصلی. تنها چرمون همینه. ممکن نیست اونجا باشه. اون به آلفا دسترسی داره. اون باید سعی کنیم به خزانه شرکت برسیم. اونجا یه آشپزخونه دیگه هم دارن. احتمالاً اونجا غذا و تجهیزات انبار کردن. برسیم اونجا تا وقتی نجات پیدا کنیم زنده میمونیم. تو الان تو لوله های بخار سالم موندید قربان. چطوره به حموم‌های اسید نزدیک باشیم؟ میتونیم اونجا پنهون بشیم. اینجا نیازی به اثر انگشت نداریم. باکلی اگه اینجا بمونیم میمیریم. اگه برق لوله‌های بخار قچه تا سر حد مرگ یخ میزنیم. از تشنگی تلف میشیم حتی بدتر. اون راجع به لوله‌های بخار خبر داره. هرچی ما میدونیم میدونه. بالاخره یه جوری وارد اینجا میشه. اینجا اصلا اهمیت نداریم. میخوام یادت بدم چطور این استفاده کنی. میخوایم خودمون رو به تأسیسات دوم برسونیم. تو درجات قناری بود نه؟ بله قربان. درجه قناری ترکیبی کارگر درجه ایست. خیلی خوب برش دار. ما اجازه نداریم قربان. من دیگه به قوانین و مقررات هیچ اهمیتی نمیدم. کارگر قناری اجازه دسترسی به سلاح‌های گرم با نشانگر بیمتریو داره. بیا قفل این تفنگو برات باز کردم باشه. این تنها راهه. اون تفنگ لعنتی باردار دیگه. ببین یه گلوله کنارشه باید بکشی عقب تا بره سر جاش. درست اینجا. یالا بگیرش زود باش. آره همینه خوبه. حالا آماده شلیک باشه. حالا باید قنداقو بچسبونی به شونت. خیلی محکم فشارش بده. آره خوبه. حالا وقتی شلیک کنی بهت لگد میزنه. ولی زورش بیشتر از اون دریلای پنوماتیک نیست. فقط نظر غافل گیرت کنه. مطمئن شون عوضی دی پدر رو میزنی. خیلی خوب بذارش زنید. سمت من نگیرش. 2 تا خشاب داریم. همین. غیر از این 60 تا گلوله هیچی نیست. هنوز هفتیر منم هست. گلوله های انفجاری خوبی داره. این برای پشتیبانی. یه کیف داشتی نه؟ بله قربان. پس برش دار. هرچی آب و غذا داریم بردار بیه اینجا. یه چیزیم شده. دارم یه نوری رو حس میکنم. یه نوری رو تو خودم میبینم. میتونم حسش کنم. داره به بیرون میتابه.
یه مرگیم شده. اون ریچارد بود. الان میدونم دلیلش چی بود. منم همون حسو دارم. کلا یکی از اونا رو شکاف مغز 40 تا موش توش بوده. همه به هم متصل بودن تا یه مغز فعال داشته باشه. هولبروک رو میبینی از آقل خوک میداسید. گوش خوکا رو میبرید و با مال گوسفندا کنار هم سیخ میزد. از این کارا میکرد. همون نور بود. همون نوره. من بهش گفتم. من مجبورش کردم. اون همه این معدنچیا رو تیکه تیکه کرد. همشون رو کشت و اون حرکت بزرگ رو باهاشون کرد. بعد اون صخره رو باز کردن و من اون نور رو دیدم. بارکدی من دیدمش و فوراً فهمیدم. میدونستم. حسش کردم که وقتی اون رو دیدم چشمو در آوردم. ولی خیلی دیر شده بود. باید نشمون از اینجا لعنتی بکشیم بیرون باشه. این تفنگ توه. برش دار. بیا منو بلند کن. زود باش. کمکم کن باشم. حالا وقتی اون در رو باز کنیم حدود 100 متر تا تأسیسات دوم راه داریم. برای ورود باید از حسگر رد بشیم. ولی اون میاد. مهم نیست با چی کار میکنیم. درست نشونه بگیر. صدامو میشنوی؟ بله قربان. میتونی ببینی نور داری؟ بله قربان. ماسکتون اینجاست. خیلی خوب. اینجا فقط یه شانس داری. پس وای نمیسی. مستقیم 100 متر تا ساختمون آلفا میدویم. فهمیدی؟ بله قربان. دنبال نور افکن برو. پاشید قربان. خواهش میکنم. برو. نجام. زود باش. برو. زود باش. خوبه. امنیت جانگویی در خطر. به کجا باید بریم؟ مجموعه مدیریت جلوتره. اتاق جلسات افسران. اون اتاق محکمه. خوبه. درخواست رد شد. وضعیت نامشخص. پشت داره. ادامه بده. نمیتونیم جلوی ورودش رو بگیریم. درخواست تایید شد. تفنگت آماده کن.
خشاب بذار تیرات تموم شد. تکون بکن. جلوتر یه آشپزخونه است. درش دستی باز میشه. بارو تو. درو چپ کن. قربان مجبوری بریم. قربان خواهش میکنم. بگیرش بارکلی. من بهت میگم کجا بری اصلا رو بردار. چی؟ فقط بگیرش. نه خیلی نزدیک شدی. بگیرش. من دخلم اومده. از درون یه چیزی شده. باور کن حسش میکنم یه چیزی شده. در بد فر اون میشه. چیزه مصنوعی رو رد میکنه. شاید بتونم کندش کنم. مصنوعی ها باید به عنوان کارگر معدن به کار گرفته بشن. پروتکل 7 قانون 9. ولی میدونی یه مصنوعی واقعی ارزشش چقدره؟ ارزش افزودش چقدره؟ مصنوعی ها از یتیمام ارزششون بیشتره. ما شما رو از گروه استرتا خریدیم. شرکت وقتی تو رو خرید که هنوز 2 هفته بود. تو یه آدم لعنتی بارکلی. اون بارکودی که روی تو گذاشتیم واسه خر کردن بازرسی اوشا بود. ما فقط یه جفت مصنوعی خریدیم تا خرشون کنیم. تو درجه قناری بودی درسته؟ میدونی کارت چیه؟ کار تو خزیدن تو تونلای معدنه تا عمق سیارک‌ها. تو کارت اینه که اگه وارد این محوطه سمی شدی بمیری درسته؟ حالا ببینم فکر میکنی یه مصنوعی هم اونجوری حالش بد میشه؟ بیا اصلا رو بردار. بگیرش. اگه رفتی بیرون باید در مورد اینجا همه چیو به همه بگی. راجع به خودت، راجع به اینکه کی هستی، درباره اون سنگایی که چطوری نومیدن بهشون بگی. کامپیوتر قرار نیست وضعیتتو تایید نکنن. باید اصلا انگشتم رو بباری تا اینجا بری بیرون. حالا یادت باشه وقتی این چیز به هم برسه میخواد مخ منو بخوره تا راجع به پناهگاه بفهمه. تو باید انجامش بدی بارکلی. یالا بگیرش. بارو بارو. بیا منو بگیر. زود باش بیا. بیا کثافت. بیا تنلش. بیا دیگه عوض منو بکن. زود باش بیا منو بکن نرتی. زود باش. باش منو بکن کثافت. زود باش. بیجو.
برای دانلود فیلم ها و سریال های دیگر به وبسایت زرفیلم مراجعه کنید.